دوست راسره دوستی نکی دی مرض دی وجه خپل مور مې نشته خپل ورور مې نشته ډېره بېڅوکه یم ډېره کړېدلې یم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها و خواهرها، اسم محمد امین بافیض است. ما تقریبا 52 سال در کشورهای اروپایی به سر بردیم. مدت در اتریش و آلمان بودم. حالا 38 سال به این طرف در هلند می باشم. بردم ما آمدیم اینجا بر مدرسه و چند دکان در یک قریه بر مردا و چند ماشین خیاطی بر خانما. مدرسه رو به پایان است که فعلا هفته گذشته آمدیم پیش از همشیرای محترم در حالت بسیار قدبار به سر میبرند. بسیار گریه کردن، بسیار زندگیشان تاثیر آور بود. ما برشان وعده کردیم که با کمک مؤسسه خیریه احساس که یکی از صادق ترین مؤسسه‌های خیریه است و برادر ما حاجی صاحب امیری عضو فعال از این مؤسسه هستند. هر جای میرن و هر جای زحمت میکشن. امروز آمدیم که یک مقدار مواد خوراک برشان بیاریم. او برادر و خوارا زمستان سرد کابل پیش روی است. اگر چیز کمک نکنین، در سالهای گذشته شنیدیم که اطفال خود از دست دادن، مردا در سر سرک فوت کردن. ما شما تقاضا میکنم بس به خاطر خوشی و رضایت رب العالمین دست از این خوارا و برادرای ما را بگیرین. در این شرایط که اینا قرار دارن، میگه چو استاده دست افتادگی دست از اینا را بگیرین. الحمدلله ما از اوضاع اروپا خبر دارم. شما الحمدلله وضع زندگیتان بسیار به سوی بالاست. ما شما تقاضا دارم که مای 50 یورو یا دلار که بفرستین، یک فامیل اعاشه میکنیم. اینو ببینین. ما شما در یک روز 3 قسم گوشت خورده میتونیم، مرغ خورده میتونیم. این بیچاره‌ها اینی چی شو از چی انرژی بدش بیه. نسل بعدی از بین میبره یک قسم غذا. با هر فامیل 50 یورو. یعنی این مواد که میبینن الحمدلله 6 قلم مواد ما گرفتیم امروز، کلش با 50 یورو شده. یعنی گزاره یک ماه یک فامیل میشه. حاجی صاحب فرمود که زمستان سرد در راست میایه دیگه، کلشان مریض است. هر فامیلی را که میبینین همین نانه که هر کس بخوره و مریض میشه. این دلار سیکو اینجا ایرا خو هیچ نشناختم که چی هست. یعنی اگر شما ایرا ببینین با دیدنشان دلهایشان شما بد میشه، ولی اینا از مجبوری هم ایرا میخورن. مریض هستن، کلشان مریض هستن، با یک افغانی حیران هستن دیگه. ما من حیث برادر شما، من حیث پل ارتباط میان فقرا و شما انشالله 24 ساعت در خدمت هستیم. اگر 12 بجه و 2 بجه شب بالای ما صدا بکنین، انشالله ما در خدمت فقیرا و یتیما میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر زمستان چیزی نداریم. به خدا نمیالون دختره که در اونجا خواه تاو گرفته پیسی یک پرستامول نداریم که بخریم. خود من مریض هستم، اشتکایم کلش از خنک سه یک پلاستیک نیست که در موریسیا بزنیم تک کنیم. اینا ما میشه کمی اشتکایم بوتلکار جمع میکنه میبرین نان خشک میگیرین میارین کنه مورا میخوریم دیگه. تو کس نداریم، هیچ کسی نداریم که بر ما یک پیسه بیاره یک چیز بخریم. هیچ چیز نداریم دیگه. امید تی چیز که از کسی یک بیادر ما باشه، یک از خود ما باشه، هیچ کس بغیر از این خوارها که ما کمک میکنه. خداوند بسیار بدیشه. بسیار وضع ما خراب است. امروز یک خوش هستیم. خداوند از شما خوش باشه. الله تعالی میمر ارزو داری دل بر شما پوره کنه که با خدا امروز چیزی پخته کردیم نکنیم. یک پیاله دادم سگ گفتم مراد او کردم اینجا پخته کردم. سنوی ما مریض هستم، بغدادم از خودم تو سخت مریض هستم. غم از امی چوب مرا بخوری خیر دکان علاف دیدیم. نه پلاستیک است، نه شدار است، نه دروازه است. بچه که ما گرفته شد دوزا گرفته بود تو رو خلاص کردم. بچه که قرض کن دیگه بسیار وضع ما خراب است دیگه. 40,000 روپیه قرض است. میانه سر سپیت مرا میمانه بسیار پوچ و پاش مرا میگه. ای تو پوچ و پاش میگه که میم خدای دیگه چی کردم مرد خوب است. بس میبرم مزور میکنم این خیر بیادر خیر است. نوازگه که خدا کشیدم گفتم بگیره ببرته
که تا پیسه پیدا میکنم این نواسه مرا ببر. دیگه دفعه من دم از پیش میبرم. بسیار وضع ما خراب از بچه که مرا بندی کرده بودن 2 گرفته بود 2 ماه 3 ماه بندی بود. از که قرض دیگه قرض کنه خلاص کردم. از مرا شوهرم کس پودری است. اگه 10 روز در خانه بود 1 ماه 2 ماه بندی میشه 3 ماه 4 ماه 1 سال بندی میشه. اولادم از میده خودم جوان هستم نمیتونم که یک جای برم کار بار کنم. هر چیز از پیش اولادم میطلبه. دیت یک قابلی افتیدیم که نه دروازه داره نه این چی داره. اقلا دروازه قلا را نداره. شو کلی که شو ما خواو نمیکنم. میبینم سگا در خانه آمده باشه میترسم من خدا میتونه کدام سگ دیوانه نبیه اشتک من نخوره نه شو خواهم از نه روز خواهم اشتکایم نان میتال بس پیش مادر نان بتی از آن صاحب طلبم داد اگه نداد اشتکایم بانا میکنم خمیر کردیم باش بچیم نرسیده گریان میگه مادر به هیچ رقم خمیر است که نمیرسه ما گوش نستی. خدایم کامیاب لاره خیر ویني چې تاسو داسې موږ غوندې غریبانانو سره کومک کوئ. خاوند مې کراچي وان د شپږ مې بچي دي بېګا دغونه خبره شوې چې دا کور والا خپله راځي خپل کور ته بېګا راایسته چې ژړا ته مې ګډ کړی درسته مې زړه ډک ده چې خدای کومه خواته به زه لاړه شم کومه خواته به لاړ شم. زه خو د کرا زورم نه لرم خپله دا 10 کاله کېږي ناجوړه یم. خدای دې دوی سره ډېر ښه وکړي حاجي صاحب ته دې خدای ډېر ورکړي. دې قاري ورور سره دې خدای ښه وکړي چې زموږ غریبانانو کورونو ته ننوځي زموږ حالات ګوري. ستا کاله د ما داسې یو وجود و چې د کافر به هم راباندې زړه درد کړی و د سره نیول حتی پخو پورې د ما کالي په وجود کې نښتي وو. د شرم نه چاته نشم ویلی چې د ما وجود په دې حالات ده. ما ته چا تر څو دوا نه ده اخیستې